میگن که واسه هرچی جلو ذوق کنی کنسل. چرا؟ چون تجربه ثابت کرده حرف یه نفر یا دو نفر نیست، بحث یه عمر تجربه است. من واسه تو از خودم زدم، اما تو چی؟ آخرش رو به تمومو کردی قیچی، رفتی بگو پی چی؟ این همه حرف بود پشت سرت، ولی من نکردم به هیچ کدوم توجه، حتی وایسادم جلو ننم سر تو. بگو لعنتی چرا قد کردی منو دپرس شدم اساس، چقدر خوشتم شدن بعد تو این گلای دستاس. صبحم شروع نشده تموم میشه دیگه، نمیخوامت اگه برگردی، مرسی که با رابطمو قطع کردی. منم با خاطر رو تعریف کردم، به در و پنجره سر کردم، این یارو با تو رو چرا دست مالی کردم. این نبود تو رویای هر شبم که فکرشو میکردم. بله، تجربه ثابت کرده که آدما هرچی از هم دورتر باشن قدر همو بهتر میدونن. دوری باعث میشه که وابستگی به این آدم شکل بگیره، مثل عشق من و تو. با اینکه سخت برام دوریت، ولی انگار تو رابطمون عشق بود زوری، انگار تو نسبت به رابطمون کوری. مرسی که تو خاطرات چرتم بودی، دیگه حتی به اسم دارم فوبیا، حتی نمیخوامت اگه یه بار دیگه بیای به تو. بگو مگه هست از تو نامردتر؟ عوض شدی یه شبه مثل سگ، نذر کردم سطحشم که برگردی به حالت قبل. چی شد بگو ببینم هنوز آدم این اونی، عوض شدی بالفعل. بگو چی کم گذاشتم واسد، چی شد که رفتی یه شبه شدی نامرد.